یکی از چالش‌هایی که من زیاد می‌بینم افراد موقع زدن حرکاتی مثل اسکوات یا لانج یا حتی وضعیت‌هایی مثل ویرابادراسانا توی یوگا دارن، عدم موبیلیتی کافی توی مچ پا و کوتاهی عضله ساق پاست. مثلا وقتی میان مالاسانا انجام بدن، به خاطر کوتاهی مجبورن که زانو رو بدن جلو و پاشنه رو از زمین جدا کنن و این ممکنه توی طولانی مدت به زانو و مچ پا آسیب بزنه. دو تا تمرین ساده و کوتاه در موردش بهت میگم. سعی کن توی وارم اپت یا کول داونت قرار بدی و به طور مستمر انجام بدی. بعد چند وقت نتیجهشو میگیری حتما و قطعا میتونی اسکات و لانج راحت‌تری داشته باشی بدون اینکه پاشنت بخواد از زمین جدا شه. تمرین اول میای وارد لانجت میشی، میتونی دستاتو بذاری روی زمین کنار پات، سعی کنی که پای عقبی رو صاف نگه داری و همواره فشار بدی پاشنتو به سمت عقب، برگردی جلو. انگار میخوای پاتو بزنی زمین، پاشنتو فشار میدی به سمت عقب، برمیگردی جلو، میبری توی کشش و رهاش میکنی. هر بار که میبری توی کشش میتونی برای 3 الی 5 ثانیه توش مکس کنی. تمرین دوم میتونی از 2 تا آجر استفاده کنی. بازم وارد لانجت میشی، این بار زانوتو میذاری زمین، از آجرات کمک میگیری، سعی میکنی لگنتو به سمت جلو هدایت کنی، یه چنین دامنه‌ای توی پات ایجاد کنی. خودتو ببری تو نهایت کشش، یعنی تا جایی که میتونی زانوتو ببری جلو بدون اینکه پاشنه از زمین جدا بشه. زانوتو ببری جلو، عمق کشش ایجاد کنی، یک مکس و بیای بالا استراحت. دوباره تکرارش میکنی، زانوتو تا جایی که میتونی میبری جلو، مکس میکنی و برمیگردی بالا. هر کدوم از این تمرین‌ها رو میتونی برای 20 الی 30 تکرار انجام بدی، 2 ست یا 3 ست توی وارم اپ یا توی کول داون تمرین. نکته‌ای که باید در مورد تمرین دوم در نظر داشته باشی اینه که سعی کنی نذاری زانوت به داخل به چرخه که برای زانو اصلا خوب نیست. سعی کن که زانو همراستا با پنجه پات باشه وقتی که داره میره جلو.